ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز شنبه 27 رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری برابر است با 18 حمل سال 1403 هجری شمسی و مصادف می شود با 6 اپریل سال 2024 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. تأکید علمای دین بر انجام صدقات و خیرات در ماه مبارک رمضان. توزیع کمک برای 3500 خانواده مستحق از سوی یک نهاد خیریه در هرات. و بازداشت 3 تن به اتهام سرقت از سوی نیروهای امنیتی هرات. مشروع اخبار. علمای دین در هرات بر انجام صدقات و خیرات در همه ایام مخصوصاً در ماه مبارک رمضان تاکید می کنند. این عالمان دین همچنان میگویند با توجه به وضعیت مردم باید تمام اغنیا و ثروتمندان در کارهای خیر مخصوصاً در ماه مبارک رمضان که ثواب انجام آن چند برابر می باشد سهم فعال داشته و دست نیازمندان را بگیرند. جمشید واحدی گزارش می‌دهد. ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداوند است. علمای دین به مردم و ثروتمندان توصیه می نمایند که در کنار انجام عبادات در این ماه متبرک دست فقرا و نیازمندان را نیز بگیرند. این عالمان دینی اظهار می دارند که بر مبنای دستور شریعت اسلام باید تجار و اغنیا مقداری از مالشان را به عنوان خیرات و زکات در بین مستحقان تقسیم نمایند. که در ماه رمضان یک نفل معادل با فرض میشه و یک فرض معادل با 70 فرض در غیر از رمضان میشه. یعنی در ماه مبارک رمضان اگر مسلمان زکات خود پرداخت میکنه فرض است معادل با 70 برابر که غیر از رمضان پرداخت میکنه. و اگر در صورتی که صدقات است، خیرات است، مسائل عبادت است، تسبیحات و اذکار اینهاست در رمضان برابر با یک معادل یک فرض میشه. یعنی پاداش از این. پس به هر حال بهترین ماه است که طوری که پیامبر علیه السلام هم عادت مبارکی است بود که همیشه سخاوتمند بودند، اما سخاوت پیامبر علیه السلام در رمضان مثل یک باد تیز و تند بود. یعنی مال اصلا نمیگذاشتند. برای ما مناسبی است، برای خصوصا برای تجار، برای اون مسلمین که در ماه مبارک رمضان در زکات است، مثل صدقات و خیرات است، دست بیشتر باز داشته باشند، به خاطری که فضائل ماه مبارک رمضان یک ماه هست میگذره و الله تعالی پاداش نصیب کسی میکنه که در این ماه بتونه دست بازتر داشته باشه. همچنان عالمان دین صدقات و خیرات را در این ماه مبارک برای نیازمندان جزئی از عبادات میپندارند و میگویند باید با دادن صدقات و خیرات در این ماه مبارک دست نیازمندان گرفته شود. داره و خیر پاداش عظیم و کثیری برای این بنده خیر داده میشه. حتی در حدیث میاد که اگر برادر مسلمان برای برادر مسلمان دیگه خود حتی افطاری جور میکنه که او افطار میکنه، حالا او به یک قطره آب باشه یا به شیر باشه یا به یک خرما باشه، الله سبحانه و تعالی مزد و پاداش همون روزدار به این شخصی که افطاری جور کرده عطا میکنه. یقینا پاداش بسیار عظیم و بزرگی داره که اگر ما بخوایم رو از این بحث کنیم احادیث رو بگیم وقت بسیار طویلی میگیره. و در این ماه مبارک رمضان عمل به پیشگاه الله سبحانه و تعالی مستقیم میرسه. به همین خاطر فقهای کرام همیشه زکات رو میگه در هر فرضی که میرسه باید بدین، اما در ماه مبارک رمضان بیشترتر تجار ما باید به امور خیر، به امور که صدقه و کمک و تعاون و همکاری در قبال داره تلاش کنند. با این حال شهروندان هرات نیز از اغنیا و تجار خواهان کمک و همکاری به نیازمندان در این ماه می باشند. خواستم از تاجرها، از بخصوص کسایی که سرمایه دارم اینه که به فرصت خوبیه باید به هم وقت چیز کنم، خیرات صدقه بدم و بخصوص ماه مبارک رمضان، چون نیازمندان زیادم. فرصت خوبیه برای تاجرها که بتونن زکات مال خود بدن، خیرات صدقه اینا بدن. زفان باید تجارا 100% کمک کنم به واسطه که اونا از حق ذنبی خود نمیدن. الله جل جلاله چیزی که به دسترس از اونا قرار داده از حساب ثروت و پول و آسایش
این حق مسلم یک فقیر مستضعف که او تاجر باید این حق از اینا را از اون مال و انوالی که الله برای از او عطا کرده ایر بیرون کنه، برای مستحقین بده بدون که به سر کس منت بگذاره. چون الله جل جلاله تمام آسایش و تمام مخلوقات و تمام چیز که خلق کرده به واسطه بندگان خو خلق کرده، به دسترس بندگان خو قدشته و هیچ منتی هم به سر بندگان خو نداره. و این حق مسلم فقیر مستضعف که تجار از مال خو امو حصه که الله دستور داده بیرون کنه و به مستحقین و مستضعفین بده. خواست ما از اغنیایی است که به برادران مستضعف خو و برادران فقیر خو کمک کنند، چون جامعه ما حداقل 80% فقیرند و باید وظیفه اغنیایی است که به برادر مستضعف خو کمک کنه و دست از او بگیره، بخصوص به این شب روزهای ماه مبارک رمضان. گفتنی است ماه مبارک رمضان ماه میمانی خداوند می باشد که مسلمانان جهان در کنار گرفتن روزه و عبادت خداوند با دادن صدقات و خیرات با نیازمندان کمک می نمایند. مسئولان اداره محلی هرات در جریان توزیع بسته‌های کمکی یک نهاد خیریه برای نیازمندان در هرات بر دستگیری از افراد بی‌بضاعت تاکید می‌ورزند. این بسته‌های کمکی شامل آرد، روغن و برنج بوده که برای 3500 تن از کارمندان خدماتی ادارات معارف، صحت عامه، شهروالی و پوهنتون توزیع شده است. محمد جمعه رضایی گزارش می‌دهد. جریان توزیع 3500 بسته کمکی مواد غذایی از سوی یک بنیاد خیریه برای نیازمندان در هرات. این بسته ها شامل آرد، روغن و برنج بوده که کارمندان خدماتی اداره های معارف، شهروالی، صحت عامه و پوهنتون هرات از آنها مستفید گردیدند. دیروز و پروز ما در کابل برای 4000 کارکنان خدماتی ریاست شهروالی کابل ما توزیع داشتیم. هفته قبل در ولایت بلخ توزیع داشتیم. چند روز قبل از رمضان در قندهار ما توزیع داشتیم. در نیمروز 4000 بسته کمک ما توزیع داشتیم و در ولایت فرا هم 3600 سم. در همین حال شماری از نیازمندان مستفید شده از این کمک ها و شهروندان با اظهار خرسندی همکاری با فقرا در ماه مبارک رمضان را از جمله کارهای خیر دانسته و بر تداوم آن در دیگر ایام نیز تاکید می‌کنند. کمک های به کسایی کردم که حقیقت متاسفانه میگه مردم مستضعفی بودم، توانی حقیقت چیزی که نداشتم اینا کمک های بسیار خوبی کردم به وقت و زمان به ماه مبارک رمضان که اکثر مردم باور کنید که به همین یک بجاردم تشکر لطفی که کردم، خداوند اینا را اجر بده. از سوی هم مسئولان اداره محلی دستگیری از نیازمندان در ماه مبارک رمضان را از اعمال خداپسندانه دانسته و بر حمایت از افراد بی‌بضاعت تاکید دارند. همیشه باید موږ تاسو د خلکو سره په مرسته او په کومک کې انساني کرامت د یو چا عزت و حیثیت و وقار په نظر کې وساتو. الله تعالی جل وعلا شانه دې بیا هم ټولو ته خیر ورکړي او پر نورو شتمنو تجارانو ورونو باندې هم موږ غږ کوو چې په دې ورځو کې خپل بچه مداول کې چې څومره فقیران وي، یتیمان وي، کونډې وي، بېوزله او بېچاره خلک وي، د هغوی ته توجه وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي، د هغوی سره مرسته وکړي. این در حالی است که بیشتر نهادها و افراد خیر کمک هایشان را در ماه مبارک رمضان برای نیازمندان توزیع می کنند. مقام های اداره محلی هرات مرحله جدیدی را برای جلوگیری از بازگشت دوباره معتادین صحتیاب شده به مواد مخدر آغاز کردند. مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی میگویند برای 340 تن از معتادان صحتیاب شده زمینه فراگیری فن و حرفه را مهیا ساختند. حافظ ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی هرات میگوید این افراد در ظرف 6 ماه حرفه‌های چون خیاطی، تعمیر موبایل، موتورسیکل و لوازم خانگی را آموزش خواهند دید. آنان همچنان از تحت درمان قرار گرفتن و فراهم ساختن زمینه یادگیری فن و حرفه از سوی امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده، اما تاکید می‌کنند که برای ریشه‌کن ساختن 100% پدیده اعتیاد باید مواد مخدر در کشور وجود نداشته باشد. گفتنی است که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از 9000 مریض معتاد در هرات تحت درمان قرار گرفتند. آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ در نشست با هنرمندان خطاطی، نقاشی و مینیاتوری در انستیتوت کمال الدین بهزاد به حمایت از این نوع هنر تاکید نمود. مولوی قیاسی بیان داشت هرات از مراکز مهم هنری در حوزه هنر اسلامی بوده که انواع خطوط اسلامی خوشبختانه تاکنون
در این ولایت زنده نگه داشته شده است. در این نشست هنرمندان خواستند تا اداره اطلاعات و فرهنگ زمینه فروش آثار هنری هنرمندان را فراهم نماید تا از این طریق آنان بتوانند امرار معیشت نمایند. ایجاد دپارتمنت خط در پوانتون هرات و نگهداری اثرهای هنری هنرمندان در آرشیف ملی و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی از خواسته‌های دیگر هنرمندان بود که به امر فرهنگ و هنر شریک ساختند. در ادامه امر فرهنگ و هنر به حمایت هنرمندان تاکید ورزیده بیان داشت که اداره اطلاعات و فرهنگ در بخش همکاری هنرمندان از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد. امتحان عملی لیسانس از متقاضیان جواز رانندگی مدیریت پلیس ترافیک ولایت هرات اخذ گردید. به تعداد 108 تن که قبلا درخواست جواز رانندگی نموده بودند، بعد از طی مراحل اسناد و سپری نمودن صنوف آموزش قواعد رانندگی از آنها امتحان اخذ گردید. قابل ذکر است که از این میان 82 تن موفقان امتحان را سپری نمودند. 3 تن در پیوند به سرقت موبایل از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات بازداشت شدند. پرسنل آمریت حوزه ششم امنیتی قماندانی امنیه هرات طی راپور کشفی 3 تن را در پیوند به سرقت 400 گوشی به طور بالفعل از مربوطات این حوزه بازداشت نمودند. از نزد این افراد 400 گوشی مسروق به دست آمده و اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. بینندگان عزیز، سلام بر شما. شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. یک شنبه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 14 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 13 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 13 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایینترین 14 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. تأکید علمای دین بر انجام صدقات و خیرات در ماه مبارک رمضان. توزیع کمک برای 3500 خانواده مستحق از سوی یک نهاد خیریه در هرات. و بازداشت 3 تن به اتهام سرقت از سوی نیروهای امنیتی هرات. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار. ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من.